برای وصل این مدل مچ باید درز زیر آستینو از سمت زیر حلقه به سمت مچ طوری که 7 تا 8 سانتی متر به صورت باز نگه میداریم برای دکمه خور مچمون. وسطش رو دوخت میزنیم، مرتب میکنیم، اتو میکنیم، وسط آستینو مشخص میکنیم، چرت میزنیم، وسط مچ هم همینطور چرت میزنیم. بعد از اینکه چرت زدیم یه دوخت درشت با شماره 4 یا 5 برای چین سوزنی از قسمت مچ آستین دوخت میزنیم، نخ زیرین رو میکشیم و چین سوزنی رو به صورت مرتب چین میدیم طوری که 1/2 آستین به 1/2 مچ برسه. در این حد کافیه. بعد از اینکه وصل کردیم و چین مرتب کردیم زیر مچو قسمت مچو به قسمت زیرین آستین، یعنی روی پارچه قرار نمیدیم، سمت بد پارچه قرار میدیم، لب به لب شروع میکنیم به دوخت زدن. سعی میکنیم چینا رو مرتب قرار بدیم، چون قسمت زیر پایه چرخ قرار گرفته چینها حواسمون باشه که چینا مرتب قرار بگیره و سمت چپ و سمت راست آستین یا همون جلو و پشت آستین چینا به صورت منظم و مرتب یکسان تقسیم بشه. وقتی که وصل کردیم حواسمون باشه که چون زیر قرار گرفته لبه پارچه به صورت دوبل زیر پایه چرخ نره. بعد از اینکه چین رو وصل کردیم یک لبه مچ وصل شده، در این صورت شروع میکنیم به مرتب کردن. یعنی مرتب کردن چطوری؟ نخهای اضافه رو که برای چین زده بودیم با دوخت درشت در میاریم، میکشیم تا جایی که جا داره نخ اضافات رو روی کارمون رو تمیزکاری میکنیم، حتی نخهای سردوز رو. بعد یه اتو میزنیم، سعی میکنیم درز رو به سمت مچ یعنی داخلی اتو زده. در صورتی که اتو زدیم بعد لب به لب برمیگردونیم، لبه مچو به سمت داخل تا زده. اینجا اگه دقت کرده باشین من دوخت پایه رو از لبه درز شروع نمی کنم، به خاطری که نخ اضافات رو میخوام که قیچی کنم. اون لبه نخ هر کاری کنی بازم مشخص میشه، ولی وقتی که 1 سانتی متر به کار مونده شروع به کار میکنیم، برمیگردونیم. وقتی نخ چیده بشه توی پایه دوخت قرار میگیره و دیگه نخی دیده نمیشه، مرتب میشه. اگر در انتها هم همین کارو بکنیم خیلی زیباتر دیده میشه. توی زمانی که دوخت میزنیم سعی کنید که اضافات پارچه‌ای که سمت داخل تا میکنید کم یا زیاد تا نکنید. مچ به یک صورت به یه اندازه روی پارچه کم یا زیاد نیاد و لب به لب، هرچه لب به لب چرخ کنیم دوختمون زیباتر میشه، تمیزتر و قشنگتر دیده میشه. کار در اتمام مشخصه. نگاه کنید درزی از نه داخل و نه بیرون کار دیده نمیشه. لطفاً لایک یادتون نره.